از بلندترین و حساسترین دورانهای تاریخ مهد تمدن و کانون فرهنگ بشریت بوده است. من از ایران می آیم. این صدای فرزند روح الله است، خطاب به جهانیان، صدای مردی که کمتر از 2 سال دیگر و در پی عروج روح خدا به جای مراد خیش راهبری ایران، مهد تمدن تاریخ و کانون فرهنگ بشریت را به دست میگیرد. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم برای اینکه این مسئولیت رو تا اون جایی که در وسع منه، که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام بدم. اشتیاق و تمنای همیشگی سید در تمامی این سالهای پردغدغه یک حرف است: تصمیم و تلاش و عزم و اراده. من میخوام به شما اینو بگم، دانشجوی ایرانی با هوشمندیش، با ایمانش، با احساس استقلالش، با احساس عزتی که امروز در ملت ایران و به خصوص در جوانهای ما و دانشجوهای ما هست، اگر 30 سال کار بکنه به قدر 100 سال دیگران امید هست پیشرفت. با سلام و عرض خیر مقدم به حضرت عالی جهت تشریف فرمایی به صحن دانشگاه و میان و میدان مبارزه دانشجویان علیه تاریکی ها و جهالت ها از حضرت عالی دارم و میدانم که شاید سوال همه عزیزانی باشد که در این جلسه حضور دارند و اون این است که وظیفه ما در حال حاضر در همه عرصه ها چیست؟ سید و بزرگ ما میخواهد جوانان ایرانی کشف راههای ناشناخته را برای فتح قله‌های علم با جرأت و جسارت آغاز کنند. تولید علم یعنی رفتن از راههایی که به نظر راههای نارفته است. میشه راههای نارفته رو پیدا کرد، راههای میانبر رو پیدا کنیم و از بدعت و نوآوری در وادی علم بیمناک نباشیم. این جرأت را بایستی ما پیدا کنیم که فکر کنیم میتوانیم نوآوری کنیم. کاری که تو آزمایشگاه ما داره انجام میشه این هستش که تلاش میکنیم که با استفاده از سلولهای لنفوسیت تی که در سرطان، در فرد سرطانی خاموش شدن و ساکت شدن، اونها رو یه بار دیگه بیدارشون بکنیم برای اینکه سیستم ایمنی خود فرد بیاد سلولهای سرطانی رو از بین ببره. تو دنیا تا حالا این کار انجام نشده. حکیم فرزانه سرزمین پهناور ایران اسلامی کار و تلاش و ایمان را رمز پیروزی جوانان جویای نام در عرصه های علم و دانش می‌داند. باید کار کرد، از کار نباید خسته شد. بنابراین نوآوری و ابتکار، شجاعت علمی، اعتماد به نفس شخصی و ملی و کار متراکم و انبوه، این علاج کار پیشرفت علمی ماست. اینجا یکی از مراکز مهم تحقیقاتی هسته‌ای کشورمون هست که در اون یک طرح بسیار مهم تحقیقاتی توسط متخصصان جوان ما انجام شد و به ثمر هم رسید. این فناوری در عرصه پزشکی برای تشخیص بیماری‌های گوناگون به کار میاد. مثلا تشخیص انواع تومورهای سرطانی، پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی و تصویربرداری از کلیه، تیروئید، غدد بزاقی، معده، مغز استخوان، شش و استخرهای خونی مانند قلب و جفت با استفاده از رادیو داروی تکنسیوم 99M صورت میگیره. تحریم همیشه من میگم یک دست انداز میتونه باشه. این فرصت هم میده که متکی به خودت میشی. دوبال ایمان و علم در کنار هم که قرار میگیرند، فتح قله‌های دست نیافتنی برای هر ایرانی ممکن میشود. پشتوانه این حرکت شما ایمانه. همین کلید علمی که گفتم میتوانه یک ملت رو متحول کنه، این کلید
با ایمان دست میاد، با ایمان نگه داشته میشه، با ایمان به کار میفته. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف هستم و کسب رتبه اول جشنواره خوارزمی، رتبه اول آرندی ریسرچ اند دیولپمنت سال گذشته سال 86. در اخیر هم که نمایشگاهی بود که توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شد، در اونجا امروز طرح‌های برتر بودیم و خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ارائه طرح داشتیم. ایرانی برای یادگیری از شاگردی دیگران ابایی ندارد، اما نمی‌خواهد همیشه شاگرد بماند. ما از شاگردی کردن پیش کسی که بلده ننگمون نمیاد، اما میگیم نباید فکر کنیم که ما همیشه باید شاگرد بمونیم. این نگاه تقلیدی معناش اینه، ما همیشه باید شاگرد بمونیم. نوآوری لازمه، اعتماد به نفس شخصی و اعتماد به نفس ملی در اساتید ما یک ضرورته. دانشمندان جوان فناوری لیزر ایران همدل شدند و اراده کردند و ثابت کردند فناوری لیزر هر چقدر هم پیچیده باشه انحصاری نیست. لیزر به لحاظ وسعت کاربرداش و عمومی‌تر بودن به مراتب مهمتر از صنعت هسته‌ایه. شاید مثلا بیش از 10,000 کاربرد داشته باشه. میگفت تا 5 سال پیش محتاج بودیم. هر چه لیزر در کشور ما خارج بود، من به جرئت میتونم بگم که ما قادر هستیم که انواع و اقسام لیزرهایی که مورد نیاز کشور باشه تو مرکز ملی به ما مراجعه کنن بسازیم. رسیدن به افقهای روشن و شکستن مرزهای جدید دانش پهلوان میدان می‌خواهد که تازه نفس و پرانگیزه باشد، یعنی آنچه در ذات یک جوان ایرانی است. اینی که ما مسئله تولید علم رو تو دانشگاه مکرر مطرح کردیم، بازم مطرح می‌کنیم، در آینده هم انشاءالله مطرح می‌کنیم، این بشه یک ارزش، بشه یک هدف، بشه یک چیزی که حرکت جمعی و انگیزه های فردی در پی اوست. ما به عنوان یک ملت با استعداد باید تولید کنیم، باید علم آفرینی کنیم و این رو میتوانیم. توی تصادفات سوانح و جراحی ها به جای خون قابل استفاده است و میتونه جان بسیاری از افراد رو. این هیدروکسی اتیل استارچ هست، مبناش نشاسته است که از ذرت گرفته میشه. این درست است که در گذشته ما را خواسته یا ناخواسته از قافله علم عقب نگه داشتند، اما امروز اگر همت کنیم جبران میکنیم. کاوشگر 3 از زیرسامانه‌های سازه محفظه زیستی تأمین توان، ارسال داده تصویربرداری و ارسال، رایانه پرواز، سنجش محیطی و بازیابی تشکیل شده است. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. شعر و غزل آمیخته با روح و جان ایرانی است. غزل عرفان جاری در هستی است و شعر و شاعری آواز خوش روح پرترنم ایرانی. شما به هنر و ادبیات علاقه بسیاری دارید. از شعرا و نویسندگان معاصر آثار کدوم یک رو بیشتر مطالعه کردیم و به کدوم یک بیشتر علاقه داریم؟ در غزل مرحوم امیری فیروزکوهی که با ایشون من دوستم بودم، یکی دو تا شاعر غزل سرا بودم که دوست می داشتم شعراشون، یکی مرحوم رهی معیری بود که اون رو از نزدیک ندیده بودم، یکی مرحوم شهریار بود که خیلی از شعرش خوشم می آمد. قصیده سرا در درجه اول ملک الشعرای بهار بود که من رو خیلی به خودش جلب می کرد قصیده های او. در شعر نو اون کسی که من 2-3 نفر بودن البته که شعرهاشون رو خیلی میپسندیدم، یکی اخوان بود که با اخوان ما آشنا بودیم و شعرش شعر بسیار برجسته‌ای بود. البته صفای نیمایشی هیچ کدومشون نداشتن. آن روزی که سید علی به تشییع سید مرتضی رفت، کسی آوینی را نمی‌شناخت. در اینجا و در این لحظات دلها آنچنان صفایی می‌یابد که وصف آن ممکن نیست. میدونید که حرفی رو کسی میزنه
حرف بزرگی است، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره. این صدا اون صدایی است که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راههای آسمان آشناترن تا به راههای زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راههای آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آشناترن. میدونید؟ در چشم رهبر هنر حقیقی رهبر و هدایتگر مردم است. شما هنرمندا خیلی میتونید به مردم خدمت بکنید عزیزان من. خیلی مردم از شماها میتوانن یاد بگیرن اگر هنرمند حقیقتاً اون تقوایی رو که من گفتم داشته باشه. یعنی وقتی شما دارید این حرکت رو انجام میدید، توجه میکنید این بخش رو دارید اجرا میکنید، یادتون باشه که یه عده جوان، یه عده کودک، یه عده زن و مرد برن به شما نگاه میکنن و نگاه خواهند کرد و از این چیزی خواهند آموخت و در صدد باشید که اون چیز خوب و متعالی باشه. من خیال میکنم خیلی میتونید شما خدمت کنید. هنر زبان رسایی داره که هیچ زبانی به رسایی اون نیست. میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟ همین کتاب خاکهای نرم کوشک یا همین کتاب دا در کمتر از 2 سال 70 بار به چاپ رسیده. از فیلم آژانس شیشه‌ای و لیدی با من است و تا این فیلم اخیر اخراجی ها، اینا بیشترین مشتری ها، بیشترین فروش ها رو همین فیلم هایی داشته که درباره دفاع مقدس هست. سلام علیکم. ببخشید من یه ذره استراب دارم، اگه لکنتی تو کلامم بود رو برنامه ببخشید. حقیقتش چیزی که گمان میکنم مسئله اصلی الان توی عرصه فرهنگ به طور کلی و سینما اخصش هست، این فرهنگ در ذیل سیاست قرار گرفتنه که الان رخ داده. یعنی وقتی جریان میشه سیاسی، وقتی قراره که ما بشیم یک مهره سیاسی تعریف بشیم توی عرصه ها، دیگه به ما نگاه نمیکنن که آقا این آدم میتونه یه عقبه‌ای داره، یک شأن فرهنگی داره. بنده با داشتن 10 تا فیلم، 11 تا فیلم، با ساختن یک فیلم چنان منو به زمین میخوان بزنم با تمام قوا که بنده مثلا یه خطایی کردم. من فیلم اخیرمو ساختم، گمانم این بود که این فیلم قوی ترین مرگ در آمریکاست، به تصور به زعم خودم. آقا یک شرایطی بر من ایجاد شد که الان احساس میکنم که همش باید ثابت بکنم که اشهد ان لا اله الا الله، منم مسلمانم، منم شیعه‌ام، منم مال اهل ولایتم، مال این مملکتم و باید خودم رو ثابت بکنم. این دوست عزیزمون که مثل فرزند ماست آمده میگه من نمیخوام تو اون جنا باشم، نمیخوام تو اون جنا باشم، دست از سر من بر نمیدارن. من همیشه توصیه‌ام به هنرمندا و کسانی که سر و کار با کار هنری دارن این است که اینا رو نکشونید تو این بازی‌های خطی و سیاسی. همیشه بحث حالا هم نیست، از زمان ریاست جمهوری که بنده رئیس جمهور بودم، وزیر ارشاد وقت، وزرای ارشاد وقت، مسئولین گوناگون، هر وقت با اینا من مواجه شدم همیشه گفتم، توصیه‌های خاصی هم نسبت به اشخاص گوناگون داشتم که همه در همین جهت بوده که نگذارید این خطوط سیاسی، این جناح‌های سیاسی شبه حزب‌ها بیان وارد این مقوله بشن و قبضه کنن که همه چیز تباه خواهد شد. در اون صورت این توصیه منه، اما اشتباه نکنید، اونجایی که پای ارزش ها در میانه اونجا یه خطکشی وجود داره. شما نمیتونید بگید من نه این طرفم نه اون طرف، مگه میشه؟ این میشه بی‌هویتی. در کنار قلبی تیری از دشمن نشسته است و برای زخمی جنگ دیروز و مرد هنرمند امروز این تیر تلنگری است برای یادآوری یک مهم. یکیشون گفت که راحتش کن، تمامش کن. تا گفت تمامش کن از بالا تیر خلاص رو زدن دم قلب من که هنوز اون دم قلبم هست. یه وقتی با سرعت از جایی میرم یا از سر بالایی سر پایینی، این تیره میزنه دم قلبمون که حواست باشه هنوز این مسیر ادامه داره. جاده مانده است و من و این سر باقی مانده، رمقی نیست در این
پیکر باقی مانده، نخلها بی سر و شط از گل و باران خالی است، هیچ کس نیست در این سنگر باقی مانده. گرچه دست و دل و چشمم همه آوار شده، باز شرمنده ام از این سر باقی مانده. تا ابد مردترین باش و علمدار بمان، با تو ام ای یل نامآور باقی مانده. هنر انقلاب تربیت هنرمند متعهد و آگاه است و هنر میتواند زمینه مناسبی باشد برای ارزش‌ها و مفاهیم متعالی دینی و انسانی. دنبال اون هنر حلال باشید، هنری که خدای متعال رو ناخشنود نکنه از ما. موسیقی که این نقش ایفا کنه، هنری که این نقش ایفا کنه، چه موسیقی چه غیر موسیقی، فیلمی که و فیلمنامه‌ای که این نقش رو ایفا کنه، این به قول معروف عشق‌های مثلث که متاسفانه بعضی از فیلمسازهای ما و بعضی از دستگاه‌های هنری ما اینا رو ترویج میکنن در بین جامعه. سلام، حال شما خوبه؟ مرسی. ببخشید آقا میخوان تشریف بیارن؟ قراره بله ان شاء الله بیان. خدا میان طرف قربان؟ حتما میان. بله. دیدار یار غایب دانی که ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. ده عنوان هست بیشتر از اینه که سبیل خلاصه شدن هستش. بله اینا سیمپلیفاید خلاصه میشدن است. سلام علیکم و رحمت الله. قرآن درمانی میشون. بله آقا جان. این چیکار می‌کنید؟ این در مورد فضیلت‌های سوره‌های قرآنه. کتاب چشمه پرتراوتی است که تشنگی معرفت این قوم تنها با زلال ناب آن فرو می‌نشیند و فرهنگ بدیع این ملت بر قله‌های رفیع آن پرچم برافراشته است. این جنگ و صلح قبلا سالها پیش ترجمه شده بوده، این مترجم جدیده. برای آینه، موضوع آینه باید به دیوان بیدل مراجعه میکرد. Baktore gül çi şekli, sarı bir şekli gözerken sana bir söylene geldi. خیلی شعر در واقع زنگان دلبند. زنگان یعنی همون زنجان بند. بله. کتابخوانی جزو کارهای اصلی زندگی است. اینو باید هممون بفهمیم و باور کنیم. برادر محسن رضایی به درجه سرلشکری مفتخر می‌گردد. جالب این که او نه فقط زبان اهل علم و ادب و هنر را خوب می‌داند که به پشتوانه سالها حضور در عرصه رزم با زبان اهل نظام هم خوب آشناست. مفتخر به اخذ درجه سرتیپی. الله اکبر، خامنه‌ای رهبر. این چند مثقالی که وزن این درجه است خیلی سنگینه. باید بدانید که اون چه که از این لحظه با این خصوصیات بر دوش شما بار می شود بار سنگینی است و انشاءالله بایستی این بار رو با توانایی که ناشی از ایمان هست به منزل برسانید. سال 68 است و هنوز گام‌های بلندی در حوزه توانمندی دفاعی بر نداشته ایم. امروز ارتش و سپاه باید خودشون رو هر چه می توانند قوی کنند و این هرچه یعنی بی‌نهایت. شما تلاش خودتون رو بکنید. شما که ارتش و سپاه باشید امانت مردم هستید در دست من این امانت رو حفظ خواهم کرد، از اونها دفاع خواهم کرد. هیچ گونه سستی در این زمینه از هیچ کس پذیرفته نیست. بیدار باشید و این بیداری در عمل شما نشان داده خواهد شد و این چیزیه که ملت ایران از شما میخواد و من به عنوان فرمانده شما از شما میخوام. فرمانده از همه چیز خبر دارد. فاصله تجهیزات نظامی ما با بیگانه ها را خوب میداند. فرمانده خوب میداند که سربازان با اراده ایران در صفحه شطرنج چه استعدادی برای فتح میدانهای بزرگ فناوری نظامی دارند. باید این وابستگی‌ها قطع بشود و دارد قطع میشود. بیشتر از این قطع کنید. باید بسازید. باید خودتون بجوشید و بجوشانید. نخستین تانک ساخت معاونت جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز ما امروز از اون دوره شروع جنگ تا حالا از زمین و آسمان رفتیم و خوشحالیم که همکنون انواع تانک‌ها و نفربرها در کشور خودمون تولید میشه و ایران جزو 10 سازنده بزرگ. من هنوز دارم اون کاغذی رو که طبق آمار نشون داده شده بود که ما
تا حد اکثر 20 روز دیگه هیچ پرنده‌ای در آسمان کشور نخواهیم داشت، نه ترابری نه جنگنده. آرزویت به بار نشسته است. نیروی هوایی نیز که از همان سال 58 با روحیه خلاق و مبتکر در صحنه‌های مختلف رزمی لرزه بر اندام دشمن می‌اندازد، سال 76 کاری می‌کند که فرمانده به شجاعت سربازان آسمانیش آفرین می‌گوید. سلام بر شما دلاور مردان. منطقه توسط جنگنده آذرخش بمباران می‌گردد. امروز جوانهای ما، صنعتگران ما، مهندسان ما، فناوران ما با ابتکاری که مخصوص ملت ماست این هواپیمای آذرخش را ساختند و جمهوری اسلامی ایران در اعداد سازندگان جنگنده های پیشرفته دنیا در آمده است به وسیله همین نیروهای مؤمن ما. فرمانده هر جا در جمع نیروهایش قرار میگیرد فرزندانش را به حضور در عرصه های جدید فرا میخواند، در عرصه های شاید باور نکردنی. ما همون کشوری هستیم که سیم خاردارمون رو هم باید وارد میکردیم، حالا میتوانیم موشکمون رو هم صادر کنیم. در زمینه موشکی نیز مغزهای دفاعی این سرزمین هر بار پرده‌ای از تکنولوژی جدید موشکی برمی‌دارند. روزی نوبت سوخت موشک‌های دوربرد بود، روزی نوبت موشک‌های دریایی، روزی موشک‌های هوایی، روزی موشک‌های زمینی، روزی نوبت شهاب 3 و روزی هم نوبت موشک سجی. آفرین بر غیور مردان سپاه اسلام. امروز شما جوانان عزیز در قله‌ای قرار دارید که اون روز حتی با اشاره انگشت هم نمیشد اون رو نشون داد، هیچکس باور نمیکرد. اقتدار علمی، اقتدار تسلیحاتی، خودباوری، اعتماد به نفس. راه پیشرفت و اقتدار پایانی ندارد. ایرانی به افقهای بلندتری چشم دوخته است. ما در دوران 30 ساله جمهوری اسلامی از صفر شروع کردیم و به جاهای بسیار پیشرفته‌ای رسیدیم. قانع نیستیم به اونجا رسیدیم. فرمانده افق دیگری را نشانه رفته است که شاید آن روزها در باور کسی نمی گنجید. فرمانده می دانست نیروی دریایی یک نیروی راهبردی است و باید آن را از حصار دریای سرزمینی آزاد کرد. جمعه 30 بهمن 88. یک ایران انتظار به سر رسید و یک جهان حیرت شد ثمره تلاش و اراده متخصصان همین مرز و بوم. امروز جماران به ایرانی بودنش افتخار میکنه و بی صبرانه منتظر فرمانده کل قوا برای آغاز مأموریت‌های دریایی خودشه. کارتون حقاً با ارزش. فیروزه میخوام شفیع حضرت عالی به عنوان نماد این ناوشکن در باشگاه بمونه. بله نداره. شفیع خدا من جلو شما رو حفظ کنه. صلوات. جماران ثابت کرد که آرزوی ایرانی ها ساکن کوچه بنبست نیست. وطن یعنی خلیج تا ابد مردد بین دو نماز مغرب و عشای تفعول زدم به قرآن. خدا رو شاهد من گفتم دل به دریا زدن. این آیه اومد که ما به موسی وحی کردیم شبانه دل به دریا بزن. نیاز به مکان داشتیم برای تأسیس پژوهشکده. خدمت مقام معظم رهبری موضوع مطرح شد و برخلاف دیگران که زیاد اطمینانی نمی‌کردن به جوانان، ایشون خیلی با روی گشاده این رو با ما برخورد کردن. توجه داریم 6 میلیون رو داد، دوستان میدونن 8000 متر زمین هم رایگان به رویان داد. من نشانه‌های یک حرکت درست رو در این کار احساس کردم. لذا گفتم من در حد مقدور خودم در خدمت این کار و پشتیبانی این کار قرار میگیرم. کاظمی و کاظمی های کشور من و تو آن زمانی که خیلی ها در خواب بودند این سخن مراد خود را آویزه گوش کردند و خواب را بر خود حرام کردند که امروز
رویان است. وفا کشیم و ملامت بریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. وقتی که شما ماهیت یک سلول رو تغییر میدید، یعنی از یک سلول بنیان یک سلول عضله قلبی میسازی که میتپه در محیط آزمایشگاهی، یا یک سلول عصبی رو میسازید که ساختار عصبی رو کامل نشون میده، خیلی زیباست. در آغاز کاری من اولم گفتم قدم‌های اول باید این قدم‌ها رو پی در پی برداریم، باید پیش بریم، باید باور کنیم که میتونیم. راهبر آن است که راه را نشان دهد، امید دهد. وقتی در جمع شما جوانها این جمع و جمع‌های شبیه این هر وقت شرکت میکنم، این بیت حافظ رو به یاد میارم که نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. 1 سال از اولین گزارش گروه جوان در رویان می‌گذرد که گزارش کاری جدید روی میز رهبر قرار می‌گیرد. حالا بیشتر از 200 نفر از بیماران قلبی در کشور ما با پیوند سلول‌های بنیادی مغز استخوانشون به بخش آسیب دیده قلب تحت درمان قرار گرفتن. تبدیل سلول‌های بنیادی به سلول‌های قلبی اونها در پژوهشگاه رویان انجام میشه و بعد این سلول‌ها در بیمارستان‌های دانشگاهی پیوند زده میشه. همین ماجرای رویان و این سلول‌های بنیادی که اینها با امکانات کم توانستن به اون دست پیدا کنن و پیشرفتی که در این زمینه کردن، اینا داستان‌هایی است که واقعا جا داره به عنوان مایه‌های افتخار جلوی چشم ما باشه. اگر بخوام این الگوی مطلوب رو معرفی کنم در یک جمله، عبارت از ترکیب علم، ایمان، تلاش. با همت و اراده و تلاشی که رهبر در نیروهای علمی خود می‌بیند، سال 85 در سخنانش افق دیگری را در نگاه نخبگان ایران اسلامی باز می‌کند. 50 سال دیگه این کشور شما باید جایی باشه که هر کسی که به یک پیشرفت علمی احتیاج داره ناگزیر باشه زبان فارسی یاد بگیره. باید بتونید در قله قرار بگیرید. این شدنیه و اگر ما همت بگماریم قطعیه. آقا جان از جوانی خود بگویید. ما جوانیامون به یک معنا جوانی‌های خیلی پرهیجان و پرماجرایی بوده، به یک معنا هم از اون جوانیایی نیستش که آدم حسرتشو بخوره. اینو بدونید جوانی شماها جا داره که انسان وقتی نداشته باشه حسرتشو بخوره. شماها در دوران آزادی، در دوران جبلان فکر، در دوران بروز استعدادها زندگی میکنید. دوره ما، جوانی ما اینجوری نبود عزیزان من. زندگی تلخ بود. آری، در روزگار جوانی آقا به او و دیگر جوانان میهن میگفتند شما نمیتوانید، ایرانی نمیتواند. ما میتوانیم امروز، آن روز ما نمیتوانیم بود. از آن روزگار سالها گذشته است و بزرگ سرزمین ما هر روز افق نگاه ها را به سمت آینده‌ای روشن وسیع‌تر می‌کند. یک روزی جوانهای ما حتی گلوله RPG را نمیتونستند پرتاب کنند و نمیشناختند. امروز همون جوانها موشک پرتابگر ماهواره میفرستند که چشم دانشمندان جهان رو به خود جلب میکند، همه رو متوجه میکند.
و امروز 17 بهمن 1387 پایگاه فضایی سفیر امید. 1 دقیقه دیگه. الان من کامند دادیم مجتبی. 11 12 22 6 درجه الیویشن دارم. هنوز وقت هست. 1007 1008 1009 بزن. مهدی گرفت. آقا مهدی گرفت. نداریم. که خیلی لحظه خوشحال کننده بود. ما داشتیم سیگنال میفرستادیم، فرمان به ماهواره میدادیم، منتظر بودیم که پاسخ ماهواره رو داشته باشیم که الحمدلله ماهواره پاسخ داد و فرمان رو گرفت و ارسال کرد به سمت زمین. از دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا. این نشان دهنده این است که دشمن نتوانسته، تحریم او هم اثر ندارد، تهدید او هم اثر ندارد. سیاست‌های مجازات ایران به شکست کامل رسیده و باید این طرز برخورد با ایران را به کلی تغییر داد و سیاست جدیدی برای ایران پیش گرفت. تهران در نظر دارد تا سال 2021 نخستین ایرانی فضانورد را به فضا بفرستد. ایران وارد باشگاه بسته کشورهای دارای توان پرتاب ماهواره شد. این نشانه دیگر از توانمندی‌های نگران کننده ایران است. حالا جوانهای ما به معنای واقعی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد پی بردند. نتیجه بد اخلاقی ها، تهدیدها و تحریم ها می شود ساخت ماهواره های مصباح، طلوع و نوید علم و صنعت. روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست، چشم تاریخی نگران من و توست. امروز شما صحنه‌گردانان و قهرمانان و کارگردانان اصلی یکی از مقاطع مهم تاریخ کشور هست. باید حواستون رو خوب جمع کنید، هممون.